به نام یزدان پاک. بررسی نمونه سوال 11 رشته فنی حرفه‌ای بخش ریدینگ. چون کمتر به بخش ریدینگ پرداخته شده سعی می‌کنیم توی اولین قسمت از قسمت ریدینگ شروع کنیم. Read this paragraph about Edison and then answer the questions. این متن از زبان ادیسون گفته شده و چند تا multiple choice داریم. I was energetic as a child. I was asking many questions and told myself I want to learn. توی این همچین آزمون‌هایی ابتدا خط اول رو که خوندیم میریم برای اولین سوال، چون معمولاً خط اول اولین سوال رو در خودش داره. من یک بچه پر انرژی بودم و سوالهای زیادی میپرسیدم و به خودم میگفتم که من میخواهم یاد بگیرم. Choose the best answer. پاسخ صحیح را انتخاب کنید. What was Edison like as a child? ادیسون وقتی بچه بود شبیه چه بچه‌ای بود؟ What was Edison like یعنی چه جوری، چه شکلی. A child چه جور بچه‌ای بود؟ A. lazy تنبل، energetic پر انرژی، shy خجالتی. شما حتی اگر معنی لیزی و شای رو بلد نباشید، چون پاسخ صحیح توی کتاب ما انرژتیک و توی متن ما انرژتیک هست، همون انرژتیک رو انتخاب میکنیم. پس سوال اول جواب B درسته. One day I was working in my small laboratory at home. یک روز من در حال کار کردن در آزمایشگاه کوچکم در خانه بودم. خب سریع میریم توی سوالا ببینیم اصلا به این جمله‌ای که خوندیم ربط داره یا نه. Where was Edison working one day? ادیسون کجا کار میکرد یه روز؟ In a school, in a small laboratory at home, in a library. خود متن گفته in my small laboratory at home. پس گزینه B درسته. قسمت بعد، یعنی نیاز نیست ما حتی همه سوالها رو، همه متن رو بخونیم، شاید اصلا توی 2-3 خط اولش سوال داشته باشه. I was mixing chemical and I was watching how they changed. من قاطی می کردم مواد شیمیایی را و نگاه می کردم چگونه تغییر می کنند. I was trying to invent the light bulb. من تلاش کردم اختراع کنم چراغ روشنایی را. بریم برای سوال بعدی. نه، سوال بعدی How did Edison feel when he succeeded? وقتی که موفق شد چه احساسی داشت؟ خب هنوز بهش نرسیدیم. میریم پایین تر. I was testing many things and kept telling myself I can do this. من امتحان میکردم چیزهای زیادی را و ادامه میدادم به این که به خودم بگم من میتونم انجامش بدم. I worked day and night. من شب و روز کار کردم. Finally, سرانجام I succeeded and I was proud of myself. و به خودم افتخار کردم. انجامش دادم و به خودم افتخار کردم. How did Edison feel when he succeeded? Angry. میگه ادیسون وقتی موفق شد چه احساسی داشت؟ Angry عصبانی، tired خسته، proud احساس افتخار. Do you proud of Edison? Why? آیا شما به ادیسون افتخار میکنید و چرا؟ این رو باید خودتون جواب بدید. اول میگیم yes، do رو برمیداریم، you به I تبدیل میشه. I proud of Edison because of، به جای why می‌نویسیم because of his invention، به خاطر اختراعاتش.